سلام، حالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتید؟ خوش اومدید آقا، خوش اومدید. همونجوری که شاید حس کرده باشید امروز اون روزی نیست که اول ویدیو رو داشتید میدیدید. امروز یه روز دیگه است. و چرا حالا؟ من اصلا برنامه‌م این نبود که بیام یه چنین چیزی رو ضبط کنم. قرار بود که برای ویدیو شروع یه حالت همون فیلم کوتاه‌طوری باشه که بریم کارو در بیاریم. بعد دیدم اونقدری که میخوام، چیزی که میخوام نیست. بعد گفتم که بیام یه ذره از چیزی که میخوام توش بریزم و کارو در بیارم. آره، بعد از گذشت قرنها دوست دارم که بالاخره چنل یوتیوبمو شروع کنم. ببین کلا من عقیدم اینه آدم وقتی یه چیزی میفته به دلش باید بره انجامش بده. و چنل یوتیوب فکر کنم نزدیک 5 سال پیش 6 سال پیش من اول چنل یوتیوبمو زدم. بعد 2 سال پیش یه ولاگ پست کردم. ولی خب واقعا دوست دارم الان دیگه شروع کنم، چون الان حس میکنم به جای رسیدم که بتونم یه چیزی بذارم که دوست دارم. حقیقتا این چند شب گذشته خیلی عجیب گذشت برام. نمیدونم چرا، ولی کلا خوابم داغون شده بود، کمبود خواب شدید، نمیتونستم بخوابم، مثلا داشتم میمردم و دیگه یه ذره روانم داشت به فنا میرفت. بعد دیشب تصمیم گرفتم یه ذره با خودم کنار بیام، یه ذره با خودم آروم بشم و در کنار این کنار اومدن و اینجوری بودم که اوکی حاج آقا، شما که اینقدر دوست داری کار رو در بیاری، دوست داری یوتیوب تو کاراشو اوکی کنی، برو کاراشو اوکی کن. و گفتم خب بریم دلی ترین حالت ممکن ویدیو بذاریم. در کل که دیدم که زندگیم خیلی حالت روزمره‌ای شده و یه حالتی شده که واقعا هیچ موقع نمیخواستم اینجوری باشه زندگیم. دوست داشتم همیشه چیزای جدید بتونم امتحان کنم، دوست داشتم کارهای جدید کنم، خوش بگذرونم، یه سری کارهای فان انجام بدیم دور هم. و در کنار اون همیشه این قضیه یوتیوب و مخصوصا ولاگ درست کردن رو خیلی دوست دارم و عاشق این حالتهای عجیب غریبم. بعد گفتم که بیام ویدیو گذاشتن دوباره شروع کنم و برم کار جدید رو تست کنم، بریم با هم عشق کنیم، بریم ببینیم مثلا آقا دنیا چطوریه، شاید ما ندیدیم، بریم ببینیم. همین. دوستتون دارم زیاد، امیدوارم که خوشتون بیاد. خیلی کلین شدم، خدا نگهدار. خب و بیشتر از همه دوست داشتم که یه جورنی رو با هم داشته باشیم. یه جورنی رو با هم داشته باشیم. خب اوکی. آرسی، من آتیلام. حاجی کرینج تر از این میتونم بشم؟